بچه‌ها خیلی از دوستان دارم میبینم یه ماه دو ماه میاد باشگاه، یه دونه شنا نمیتونه بره. خیلی جالبه، یه دونه شنا نمیتونه بره. الان من 3 تا حرکت دارم به شما یاد میدم، 3 تا تمرینه سبک. هم میتونید داخل خونه انجام بدید، هم میتونید داخل باشگاه انجام بدید. 3 تا رو قشنگ الان اجرا میکنم، شما ببینید. یه دونه از این حرکات رو شما انجام بدید، کمتر از 1 ماه قشنگ 10 تا شنا رو راحت میتونی برید. الان انجام بدید ببین چطوره. حرکت اول شما همون شنا رو میری ولی زانوت روی تاتامی باشه، یعنی پاهات نه، زانوت با زانو شنا بری. ببین خیلی سبکه این حالت، یا فرق نمیکنه میذاری جلو. اینو 4 ست تا 5 ست 12 الی 15 تکرار انجام بدید. خیلی تمرین خیلی ساده. حالا میریم برای دومی. حرکت دوم دیپه. دیپ میتونید با نیمکت، با صندلی، مبل خونه فرقی نمیکنه. ببینید دست‌ها رو نگاه کنید، یه قدم میرید جلو، این حالت. زانوها رو من نگاه کنید، تا آخر میاد پایین میرید بالا، تا آخر میاد پایین میرید بالا. اگه دیدید سبکه زانوها رو قشنگ صاف کنید، این حالت. اینم 4 ست بین 12 تا 15 تا. حالا میریم برای حرکت سوم. حرکت سوم همون شناه، ولی شنا روی همون صندلی، نیمکت، مبل فرق نمیکنه. زانو روی حالا فرشی، روی تاتامی، هر چی باشه نگاه کنید به این شیوه. اگه دیدید سبکه میرید بالا. اینو شما بازم 4 الی 5 ست تکرارهای 12 تا 15 تا. اینو شما بیاید قشنگ زیر 1 ماه 10 تا شنا رو راحت میتونی برید.